بینندگان عزیز، برنامه داستان است و ما در این برنامه پیرامون قهرمانی و وطنداری و یک هویت وطنشناسی قهرمانان قصه میکنیم که در داستانهای شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی آمده و ما در برنامه پیشین پیرامون زاده شدن زال و تا به تخت رسیدن و خانه‌دار شدن او با رودابه گفتیم و امروز میخواستیم پایان این قصه را با استاد بهروزی ذبیح‌الله نامزد علم‌های فیلولوژی مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی ادامه بدهیم. خب استاد، ما تا جای رسیدیم که در شهر کابل توی آراستند و آنجا زال به وصل رودابه رسید. خب پس از این مناسبت بین این دو کشور چگونه شد و در همین مناسبت زال چی نقش بازیده توانست؟ یک از زیبایی‌های داستان زال و رودابه در شاهنامه همین است. تازگی های زیاد دارد داستان زال زر. معنی زال سپید مو است. در زبان هندی جار جر سپید مو را گویند و بعد در پارسی ر ز به ل تبدیل شد زال شد. حالا ما زال زر هم باز یک توصیف میکنیم. زر هم به معنی درخشش، یک صفت دیگر، یعنی موی سپید بسیار براق و روشن که داشت. هر دو صفت این صفت هم به نامش اضافه شد و اون میگن زال زر، بسیار درخشنده. هم چهرهش و هم شکلش درخششی داشته و هم یک پهلوان بوده که از نظر باطن هم بسیار خردمند و خصوصیت‌های خاص و درخشنده داشته که مورد اعتراف همگان بود. از دیگر خصوصیت‌های زال، شخصیتی زال زر این است که ما گفتیم در سن نوجوانیش به قدرت میرسد، فرمانداری زابلستان با او سپرده می شود و او عهده این کار می براید. سیوم شجاعت زال زر در این داستان این است که او تا اینکه پدرش سام در جنگ ها برای حفظ ایران مشغول بود، او توانست که زابل را حفظ کند از همه خطرات. دوم اینکه به خاطر بقای همین دولت از تمام دیگر منطقه ها و کشورهایی که باج سپار زابل بودند باج و ساو را جمع آوری میکرد با دانایی و درایت و با پهلوانی. هیچ شاهزاده دیگری نه در هندوان، نه از کابل، نه از دربند، نه دیگر منطقه ها خودسری نکرد و نتوانست که سرپیچی کند از سپاریدن باج. این از درایت و سیاستی زال زر را نشان میدهد که توانست که اداره دولت را به تنهایی یک نوجوان انجام بدهد. دوم زیبایی این داستان این است که ما گفتیم او عاشق رودابه کسی شد که هم از نظر سیاسی در نزد ایرانیان اعتبار نداشت، پذیرفته نبود و هم از نظر اعتقادی از همه چیز فرقیت بسیار کلان بود و امکان این وصلت وجود نداشت. اما شخصیت زال بسیار برجسته است در شاهنامه و در همین داستان که او با همون ویژگی خاص شخصیتی خودش توانست که منوچهر شاه پادشاه 7 اقلیم را قانع کند. ما گفتیم که اول اینکه موبدان همه رضایت دادند، دوم اینکه او را امتحان گرفتند. در دربار منوچهر شاه تمام بزرگان جمع آمدند و سوالهای گوناگون به او داده شد و زال زر از این امتحان سربلندانه بیرون آمد. یعنی از نظر خرد و عقلانیت هم زال زر یک شخصیت بسیار مکمل و دانشور به نظر می رسد. سیوم خصوصیت زال زر در این داستان برجستگیش این است که او توانست که با همین درایت دو قطب به همدیگر مخالف را به همدیگر نزدیک کند، دوست کند و رابطه دوستانه و خویشاوندی بین ایرانی ها و اولادهای ضحاک برقرار می شود. یعنی یک رمز است. اینا نمادها هستند که در سیاست دولتداری یک از شیوه هایی که در قدیم انجام می گرفت، راحت ترین شیوه این بود که پادشاهان به خاطر ایمن ماندن از شکست و پادشاهان قدرتمند رابطه خویشاوندی برقرار می کردند. بفرمود تا رفت مهراب پیش، ببستند عهد با آیین و کیش.
به یک تختشان شاد بنشاندند، عقیق و زبرجد برافشاندند. سر ماه با افسری زرنگار، سر شاه با تاج گوهر نگار. مثلا از جمله ما طوری در برنامه‌های گذشته ذکر کردیم، فریدون به 3 فرزندش، 3 پسرش، 3 دختری شاه یمن را می‌دهد. شاه سر خدای فریدون بود. همین حالت هم در همین زمان با به واسطه زالیزر صورت می‌گرفت و یعنی که از دوستی مهرابشاه با زابلی‌ها و منوچهرشاه سالهای سال امنیت در سرزمین‌های ایرانی از این طرف برقرار می شود و خطر کمتر امنیت ایران زمین را تهدید می کرد. و از اینها که از مسائل سیاسی و اجتماعی که در این داستان هست بگذریم، از نظر ادبی و از نظر بدیهیت هم این یک داستان بسیار زیبا است. اولین داستانی لیریکی و حماسی است که فردوسی بزرگوار به چه زیبایی این داستان را ساخته است. هم لیریک بسیار زیبا دارد، تصویرهای بسیار زیبا دارد. وقتی که رودابه را وصف میکند، بیت‌های بسیار برجسته در شاهنامه در وصف رودابه هستند، هم درباره زیباییش، هم درباره جمالش، هم درباره کمالش. همین گونه وقتی درباره زال توصیف میکند در شاهنامه، بهترین بیت‌ها سروده شدند و بعداً جمال و کمال همین 2 عاشق به زیبایی بیان شده است. اما ضمناً فردوسی توانسته است که حماسه و لیریک را بسیار به همدیگر پیوند زیست داده است که هم داستان عاشقانه میخوانی، با کلمه های بیان میشود که اینجا نه تنها عشق است بلکه حماسه است. عاشق یک شاه است، یک شاهزاده است. شخصیت او را حتما با همون اوصافی که شایسته مثلا شاهان و شاهزاده ها هست بیان می شود و هم جنبه حماسی داستان از بین نمی رود و هم جنبه لیریکیش پابرجا است. این از معجزه ها و نادره هایی است که در داستان های شاهنامه عاشقانه هست. بغیر از این ما داستان‌های عاشقانه، قصه‌های عاشقانه در شاهنامه زیاد داریم. بعد این رستم و تهمینه از نمونه‌های داستان‌های لیریکی بیجن و منیژه است و دیگران هستند. خیلی زیاد هستند. بله. خوب استاد، بعد از همین حالت یعنی که بعد از آنی که زال خانه دار می‌شود، او مکان خود زابلستان رو انتخاب می‌کرد یا که در کابل میمونه؟ برمیگردن به زابلستان، عروس رودابه را میگیرن، سیندوخ، مهرابشاه، همه بزرگان میروند در زابلستان و در اونجا طبق همون سنت و روال چند شب و چند روز بزم و طرب میشود، صحبت‌های خوب میشود، نشست خوب میشود. به همین منوال این وصلت و این خویشاوندی بین 2 نیروی متخاصم برقرار می شود و حالا همون وعده که موبدان گفته بودند که از وصلت این 2 نفر پشتبان و حامی ایران زمین به دنیا می آید، همین اتفاق بعد از 1 سال می افتد. با مرور زمان رودابه سنگین می شود. در داستان زالیزر سیمرغ 2 بار تصویر یافته است به کمک زالیزر می آید و اولین بار همین لحظه زادن فرزند زال است. وقتی که رودابه به دلیل کلان شدن جوسه‌اش، نتوانستن زادن فرزندش، همه نگران میشوند. زال به یادش میاد که سیمرغ وقتی که او را به پدرش سپرده بود گفته بود هر وقتی که مشکلات پیش روی شما باشد یک پرش را داده بود، این پری من را در آتش میاندازی، من زود حاضر میشوم. و زال به یادش میآید این وعده سیمرغ و در اون حالت بسیار نگران کننده دردناک برای رودابه پری سیمرغ را میسوزد و سیمرغ از البرزگوه میآید به زابلستان و آنجا با آنها توصیه می یک پری دیگرش را میدهد، میگه با این پری من باید او را این کودک را از پهلوی مادرش بیرون بیارید. یعنی که یک نویگری دیگر در این داستان هست، یعنی جراحی. یعنی بار اول
رستم از طریق جراحی از بطن مادرش گرفته می شود و این جراحی با موفقیت در همان عصر صورت گرفته است. این یک نوگانی است در داستان. فرو ریخت از دیده سین دوخت خون، که کودک زی پهلو کی آید برون. بیامد یکی موبت چرب دست، مران ماه رخ را به می کرد مست. بکافید بیرنج پهلوی ماه، بتابید مر بچه را سر ز راه. چنان بیگزندش برون آورید، که کس در جهان این شگفتی ندید. یکی بچه بود چون گوی شیر فش، به بالا بلند و بریدار کش. و دیون بار سیمرغ وقتی که رستم به مشکل در جنگ اسفندیار به دلیل کهولت سین به مشکل گرفتار می شود، او هم از سیمرغ امداد میخواد و با توصیه سیمرغ خردمند از عهده کار اسفندیاری روین تن میبراید و او را شکست میدهد. این دو لحظه. خب برگردیم به تولد رستم. از وصلت اینها رستم به دنیا آمد، در حقیقت پهلوان، بزرگترین پهلوان که تمام زیبایی شاهنامه به او و شخصیت او و نام رستم دستان، رستم تهمتن وابسته است که این هم آغازش در همین داستان زال زر پایه‌گذاری شده است. یعنی رستم پسری زال زر و نبیره سام نریمان از پشتیبانان و حامیان ایران زمین بودند. قهرمانان بسیار دوست داشته در شاهنامه همین 3 نفر هستند. چهره هاشون هرگز از یاد خواننده فراموش نمی شود. برای آنکه اینا نه تنها مثلا پهلوان هستند، جنگجو هستند، اینا خردمندم هستند. مثلا ما رستم را برای پهلوانیش دوست نمی داریم، بلکه در تمام شاهنامه رستم یک شخصیت خردمند ظاهر می شود. تمام واقعه ها و مشکلات رو اول تلاش و کوشش میکند که با راه صلح، با راه خرد، با راه مشورت حل کند. جنگ برای رستم آخری کار است. وقتی که هیچ چاره پیدا نشد، ناعلاج رستم در میدان میبرد و حتما پیروز هم میشود. تنها در دوره‌ای که با اسفندیار، مثلا اسفندیار که روین تن بود، هیچ کس نمیتونست او را شکست بدهد. از همین جا رستمی که در سن سال بسیار کلان بود از خرد کار میگیرد. یعنی رمزی شکست اسفندیار پیروزی خرد بر قدرت ظاهری است. ورنه اگر این گونه بگیریم به طور طبیعی باید اسفندیار رستم را باید شکست میداد. اما رستم در 3 بار نبرده که حس کرد که قدرتی بدنی و جسمانی و فیزیکی اسفندیار چند برابر او است و او شکست میخورد، او دنبال چاره‌جویی از خرد کار گرفت، از تجربه کار گرفت و به پیروزی رسید و فهمید که تنها جای اثرگذار در بدن روین تن اسفندیار چشمانش است و از سیمرغ کمک گرفت. سیمرغ هم با پر سیمرغ در چشم او زد و او را شکست داد. این هم یک رمز است. من گفتم شکست اسفندیار در برابر رستم شکستی توانایی‌های فیزیکی انسان در برابر عقل و خرد است. یعنی در فردوسی عقل و خرد همیشه تا آخر در درجه اول می ایستد و محبوبیت رستم هم از همین زاویه، از همین ناحیه بالا می شود، نه از جای دیگر. یک مرد خردمند است رستم در تمام شاهنامه. خب برگردیم به روزگار زال. استاد، رستم در نزد زال به وای می رسد و همه خردمندی را زال به رستم می دهد. اوجا حتما تربیت میکردن خردمندان و در نزد بزرگان درس رزم میدادن، پهلوانان برای اینا، دانشمندان برای آنها از کتابها عقل و خردشون میافتن. فیلسوفانی بودن که فرزندان اونها تربیت میکردن. خلاصه تربیت فرزند بسیار جدی بود در اون عصرها تا کنون، بسیار توجه میکردن. خب آمدیم که رستم خوب آن پهلوان به دنیا آمد، عاقبت با کمک سیمرغ. بله. او یگانه فرزند زال بود. بله. این هم یگانه فرزند است. بیاییم به سرانجام زال.
ما دیگه اگر فرصت نداشته باشیم، زال زر سرانجام کارش، عاقبت کارش چی شد در شاهنامه؟ در وقتی که سام وفات میکند، بهمن پسر اسفندیار خبر مییابد که شاه زابل از دنیا گذشته است، از فرصت غنیمت میشمارد فرصت را و به خاطر قصاص پدرش به زابل حمله میکند، فرامرز را میکشد و زال زر را اسیر میکند. در شاهنامه بعد اسیر شدن زال زر به دست بهمن دیگر هیچ توضیحات زیاد نآمده است، اما در ملحقات شاهنامه، علاوه هایی که در بعض شاهنامه هست، این گونه روایت شده است که او را در البرز-کوه بهمن زال زر را برده با کمک یک جادوگری که به بهمن کمک میکرد در البرز-کوه او را زنجیربند میکنند و او چندین سال در همان زنجیر، غول و زنجیر در زندان در البرز-کوه میماند تا اینکه روزگارش به سرانجام میرسد و در همانجا فوت میکند. این پایان کار زال زر در شاهنامه فردوسی است. اما وقتی که بعد که منوچهر هم فوت میکند، بالای ایران حمله صورت میگیرد. در نبودن منوچهر با مردم ایران زمین، شاه ایران زمین نوذر از زال زر کمک میطلبد. زال زر بسیار حامی واقعی ایران بود و آنجا درباره پهلوانیش یک توصیف زیبا فردوسی کرده است. بعد از ایران زمین به نزد زال زر میآیند و از او کمک میخواهند که به ایران حمله شد به خاطر انتقام. چون این است این بیت: بر زال رفتند با سوگ و درد، رخان پر ز خون و سران پر ز گرد، که را داد دله را شها نوذرا، گوا تاجدارا مها داورا، نگهدار ایران و پشتی مهان، سری تاجداران و شاهی جهان. به همین گونه کلمه های زیبا اینا به او مراجعت کردند و بسیار به زیبایی این داستان سروده شده است و زال زر دوباره به حمایه ایران میپردازد که این در داستان نوذر روایتش میرود که ما به خاطر تکمیل شدن همین سلسله مجبور شدیم که از این زاویه هم یادآوری کنیم. او هنوز همین شهامت، همین رمز را دارد، بیمناک است و رمزی بین مردم گذشته و قدیم. خب این طبیعتاً اثر کوه و جنگل و طبیعت بسیار تاثیرگذار بود. حالا انسانیت به این حد تصور فهم و دانش رسیده است که ما احاطه علمی داریم برای کوه و جنگل و صحرا و طبیعت. آدمان کهن از کوه و جنگل و حیوانات کلانی که ناشناخته بودند، همه گونه رمزها با رمز و با نماد صحبت میکردند. به خاطر اینو یک نماد هستند، یک رمز هستند گذشته. دوم و آخر این که داستان زال زر گفتیم که از نظر بدیعی و از نظر ادبی هم بسیار داستان با ارزش شاهنامه در فردوسی است که تمام جنبه های بدیعیت و حماسی بودن و لیریزم این داستان با همدیگر آمیزش یافته یک داستان زیبایی را برای ما پیشکش کرده است. ویژگی دیگری همین داستان عاشق شدن زال زر با رودابه این است که و باید هم ذکر شود که یک داستان عاشق شدن دو انسان، یک داستان زمینی است، طبیعی است، هیچ چیزی غیر عادی، غیر معمولی ندارد. مثل داستان‌های عاشقانه و دروغ بافی هایی که در ادبیات ما بسیار رایج هستند نیست. طبیعتاً یک انسان، یک شاهزاده عاشق یک دختر زیبا جمال، یک بانوی شاهزاده دیگر می شود و اینها با کوشش و تلاش یکدیگر به وصلت می رسند. این از خصوصیت‌های ریالیستی همین داستان زال و رودابه است که فردوسی توانسته با همون تشبیه و کنایه و همون صنایعی که دیگر داستان‌های عاشقانه سروده می‌شوند، همه این صنعت‌ها را به کار برده است و ضمناً یک عشق زمینی و طبیعی که امروز هم برای ما قابل باور است و یک داستان زیبا و دوست داشتنی خلق کرده است. یعنی ریالیسم، طبیعی بودن این عشق و این قصه و این داستان یکی از خصوصیت‌های برجسته همین
داستان است. و بعد از این البته سر می شود روزگار رستم و جوانمردی و دیگر قدرتمندی هایی که او در زندگی خود می کنند که این البته موضوعی هست که مثلا ما در صحبت های بعدی آن را برای بیننده تلویزیون سفینه پیشنهاد میکنم. در واقع یک صحبت بسیار هم زیبا، شنیدنی و رنگارنگ که مضموناً هم گوناگون است، هم سیاست است اینجا، هم جوانمردی است، هم عشق است، هم محبت است، هم طبیعت است و هم دیگر پهلوها که بسیار جالب سرجم کرده و پیشنهاد کرده شده است. بینندگان عزیز خود رسول میکنیم که در صحبت ما بودن نامزد علم فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، بهروز ذبیح الله. تا صحبت دیگر شاد بمانید.